Circle collapse imminent. Loading. Cover me. Enemy down. Man, cover me. Down. پس اول اگه میگرفت خب خوشگلی هم Enemy down. Loading. Cover me. Enemy mid. Down to the left. Further. Half of the teams are eliminated. Down to the left. Engaging the enemy. The revived. I'm hurt. Engaging the enemies. Enemy. The revived flight will arrive in 1 minute. Enemy down. Been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Been scanned successfully. Your teammate will return. سلام عشقا، امیدوارم از حال دلتون تو باشه و هر کاری که میکنید در اون موفق باشیم. خب بدون معطلی موضوع کلیپ امروزمون شاتگان زدنه. خیلی اصرار میکردین چطوری شاتگان خوب میزنی و اینجور چیزا. گفتم بذار یه کلیپ درست کنیم دیگه، چند تا نکته ها رو بگیم. و خب این شو تبزم آن کردم که ببینین دارم چیکار میکنم. قشنگ علامت انگشتر رو نشون میده و باتا رو درست کنم. اول آزمین اما بذار یه چک. چرا این جوری میتونم اشکال نداره، حالا حدش جایی چیدیم. خب بریم اول نکات سریع. بریم اول کثیفه یه لحظه صفحه گوشی من عذر میخوام ازتون. خب بریم سراغ تنظیمات. اول از همه نه بیسیک نه، اول هادو بگم بهتون. این جویستیک و نکته جویستیک چی میخواستم بهتون بگم. بزرگی جویستیک از 85% بذارین تا 100%. دیگه بزرگترش پیشنهاد نمی کنم، کوچکترش پیشنهاد نمیدم چون امتحان نکردم اونا را. بین این درجه ها رو من استفاده کردم و خب خوبه، واقعا خوبه. این بیلک هم بالا نبرین، بیارین تا آخرین درجه پایین. خب من یه خورده کم رنگش بکنم چون من عادت دارم حفظم تقریبا که نه کامل حفظم هادو. و اون سمت راست بالا این بیلکر هم آفش کردم. از داخل هاد لازم نمیشه، واقعا لازم نمیشه. دیسکاردم بزنم تغییر نکنه اینجا. خب بریم بیسیک. چیزایی که مهمه مثلا سمت راست بالا کویک ران رو من آفش گذاشتم. این گزینه است
یه خورده خط بکشم روش. گزینه آف کردم، همون دکمه‌ای که سمت راست بالا بودش آفش کردم، از اینجا آف کردم. ولی خب نمیدونم چرا داخل چیز هست. جویستیک اوتو اسپرینت بذار بهتون نشون بدم. خودکار میگیرم بالا خودش میره دیگه. این بهتر از حداقل اون دکمه است. بذار جویستیک من براتون پررنگ بذارم، چون یه نکته باید از این بگم بهتون، هنوز نرسیدیم بهش. بذار بریم دکمه‌های دیگه داخل بیسیک. Fixed virtual joystick, release right fire 9, hide prom button, ADS button, grenade. نه این سمت راست دومی left joystick مود رو من گذاشتم روی حالت left control و وقتی میذاری روی این حالت اون گزینه fixed virtual فعال میشه. بذار بهتون بگم الان فعاله، نشونتون بدم نگو من از این بر میگیرم. جویستیک سر جاشه، جویستیک سر جاشه، بیل بیلکش داره بالا پایین میشه. بیل بیلک چیز عجیب غریبیه. خب یه لیوان آب بنوشم. خیلی خوش خوام. باز همون گزینه ایم. الان نکنیم من آفش کردم همون لفت جویستیک رو. نکنیم از هر جا میگیریم جویستیک با هم حرکت میکنه. خب تاثیر زیادی میذاره. الان آنش کردم. لفت جویستیک ویرچوال نمیدونم چی بود. نه فیکسد ویرچوال جویستیک. هاید پرام باتن هم فعالن. دکمه خوابیدن روی زمین. بقیهشون فست اسکوپ سویچ دیگه خودتون میدونین، قبلا بهتون گفتم چه تاثیر داره. اوتو اکسپندینگ سویچ هم دیگه از اسمش معلومه. بقیه چیزا دیگه چیه؟ نه دیگه اینا دیگه مربوط نمیشه به موومنت زدنتون. خب always sprint on بذارین و سنسیتیویتیش هم روی 100 حساسیتش. دیگه چی داره؟ خب این درجه هم که سر جاشونه، چون سینک ADS FOVM آفه. اینم از نقشمه. خب دیگه چی داریم؟ گرافیک سنسیتیویتی، اصل کار سنستونه، باید بهش تسلط داشته باشین. نمیدونم نمیشه و نداریم واقعا من دهنم سرویس شده. اینقدر رفتم پرکتیس، اینقدری که ما پرکتیس رفتیم دهنم سرویس شده واسه این سنس تا بتونم بهش تسلط پیدا کنم. خب و نکته بعدی داشتن یه دونه آستین انگشتیه. نمیگم حتما از این کنید مثل خودم من آستین انگشتیم دست داده. الان 1 سال و 4 ماه دارمش، میشه 16 ماه من دارم این آستین انگشتی. چیزیش نشده، فقط کشی که اون پایینش دوختم اون از بین رفته، چیز خاصی نیست. کشه رو میزنم به انگشتم و خیلی راحت دارم گیممو میزنم. حتی هم لازم نیستش که 2 تا درست کنیم، من یه دونه فقط واسه شست سمت راستم. خب گزینه بعد، نکته بعدی میره برای جویستیک که چرا من جویستیک رو پررنگش کردم. برای اینه موقع جامپ اسلاید زدن جویستیک رو حتما روی حالت شمال یا شمال شرقی و شمال غربی بگیریم، نه اینکه یا مثلا از مستقیم میره وسط واسه یه امتحان. چرا این اینجوری نمیره؟ نینجا اونم گیت شده، خل شده، نمیدونم چی شده. بیخیال داداش، ناموسم بیخیال. این نینجای گیری داره با ما. چته مریض روانی عصب مصاب نمیگیره واسه ما. حالا روشم میگیرم عمل نمیکنه. گاو خر نخواستیم بابا. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بریم برای چی داشتیم میگفتیم؟ چپ راست کردن اونا کنیم، شمال و شمال شرقی و شمال غرب. اینطوری خیلی راحت اصلا نمیشینه، چون چی بهش میگن مستقیم داره راه میگن. سعی کنیم به سمت راست نبریم، راست یا چپ. خب میشینه دیگه کار. بعد میگیم اینجوری گفتی اینجوری گفتی و اینا خب میشینه. باش جویستیکت خراب. چرا یه جوری این اتچمنت جایی چیدم از یه کشل گرفتیمش. فکر کنم ایدیه سر سریف میزنم.
سیف ایدیسش سیف یعنی اوه ریاگیریش واسه چیزه هیپ فایره بسیار آره نگاه ADSش بیشتر پخش میشه شیزه نایره مخ این آخه واسه هیپ فایر لن کنم بیخوبت من نمیشه بزنم الان هیپ فایر بخوام پلی بدم نوستوک چوک لیزر خشابشتویی اینم که استیپلده ولی خب بد نیست و خوب صورت داره نمیتونم هیپ فایر بزنم آخه مردم چه چیزه برشتی هیپ فایر ناموسم نمیدونم یه خوردم حالا به دسته ما نگاه کنین چجوری پلی میدین شو تبدو واسه همین گذاشتم میگم دیگه دهنم سرویس شده داخل پرکتیس مپ پرکتیس خیلی خوبش خواه دمتون گرم تا اینجا که ما رو تحمل کردین بذار نه این دنسه دیگه زیاد حال نمیده شاید دختر میکنم بعدا حذفش کنم تا دیدار بعد بدرود